دوستان میخوام راجع به کسایی بگم که بالا شهر زندگی میکنن، اون وقت خودشونو جای ما میزنن واسه گرفتن لایک و کامنت. ببین تویی که توی کرج حقوق پدرت بالای فقره، تویی که داری بهترین زندگی میکنی، گوش کن. تویی که ادعا میکنی بچه پایین شهری در صورتی که پدرت بهترین حقوق داره و ساپورت میکنه، گوش کن. بچه پایین اونیه که 7:30 میزنه بیرون و 9 شب میاد تا یه لقمه پول در بیاره تا بتونه به تمام آرزوهای کوچیک و قشنگش برسه. بچه پایین اونیه که پدرش بعد 30 سال بازنشستگی نتونه خرج خانواده‌شو بده و تو کمک خرجش بشی. بچه پایین اونیه که با 1000 مشکل مریضی و مادر و پدرش خرج دانشگاه خواهر و برادرشو بده تا سربلند بشن و مثل خودش عذاب نکشن. بچه پایین اون دختریه که کار خونه رو انجام بده و لباس دیگرانو بشوره تا بتونه خرج مادر و پدرش و برادر کوچیکشو بده. اسم منو رو خودت نذار. من با تمام مشکلات هنوزم